السلام علیکم بابای حاجی. از نام یک خواهر اسلامی شما از نایه حصار در خانه ما ثبتای شما را گوش میکنند و یک سوال دارم. خوبتر میشد که این سوال را همین جمعه جواب میداده. این سوال من فکر میکنم که با همه زنها و مردها لازم میباشد. سوال چنین است: در یک موعظتان گفتید که اگر مرد میل زن داشته باشد زن رد کند، آن زن در لعنت ملائکه هاست. اگر زن خواهد و مرد رد کند اینجا چی می شود؟ بسیار سوال عجیبه. وقتی من خواندم حیرت نماندم خودم. خدا نگه دارد. در حدیث های پیامبر آمده است که پیامبر ما گفتند که اگر مرد خواهش همخوابه شدن با زن داشته باشد، خواهشی همخوابه شدن با زن داشته باشد و از زن خواهش کند که من میل همخوابگی دارم، خواهش برآوردن کام دل دارم، چی میگویی؟ اگر زن گفتیم رد کند، پیامبر گرامی گفتند که ملائکه ها تا بروز در حق این زن لعنت میگویند که تو خواهش مرد رد کردی، تو آن چیزی که مرد از تو با یک تولای بود، زاره بود، خواهش بود، پیشنهاد بود رد کردی. به خاطر این تو تا روز تا صبح در لعنت ملائکه های خدا هستی. حتی پیامبر گفتند که اینش اگرچه مبالغه است ولی حدیث بیان میکند که حتی اگر زن در نزد تنور باشد، چکدان میگیم ما و شما یا تنور میگیم، یا بالای شتر باشد، اگر مرد همونجا هم اگر اشاره به هم خوابگی کند، زن باید از شتر پایان شود، یا نزد اگر تنور باشد سرفش جمع کند، خواهش مرد برآورد. سخن پیامبر است. من قبلا گفته بودم وقتی من درباره احترام مرد این صحبت داشتم و این حدیث در همون احترام مرد آورده بودم، چند برادرها گفتند همین ها را گفتند در کسیت ها ضبط می شود. چی در کار؟ چرا در کار نیست؟ شریعت چیزی ندارد که وای ما به گوش مردم نرسانیم. این سخن پیامبر است. اگر سخن پیامبر نمیشد من به شما نمی گفتم. هر سخن پیامبر حکمت دارد برادر عزیز. حالا ببین این خواهر میگوید که این سوالی که این داد، میگوید برای بسیاری از مردها و زنها هم این سوال من لازمه. درست میگوید. من چندین مکتوب ها قسم به عزت پروردگار که چندین مکتوب ها را که من بسیاری از اونها را شرح میکنم در بین شما خانم، آمده است که حتی که همخوابگی ما بین زن حلالیمان مبلغ معین دارد، تا همون را اگر ما پرداخت نکنم همخوابه نمیشه. ما این حکمت داره این سخنهای پیامبر. حتی شرطنامه ها میمانند که من خانه پدرم میرم 2 روز یا 3 روز میستم، بعد میام مرحمت کام دل تا میبرارم. همین شرط راضی، هر راضی. اشاره رفتن بچه از خدا میترسه. اگر رنگ اون شخصانی که از خدا نترسه باید کجا میره؟ بعدن مثل او زنه که نو از همین حصار نزد من آمد، حتی لبهاش دریدگی است، یگان سفیدی در بدنش نمانده است، آنچنان او را لطکوب کرده است. اگر در این خیل شوهر زند بعدن دیگه حتی به زبانش نه به چشمش اشاره کنه تیاره. این به خاطر آن است که مردک خوبه. مردک از روی اسلام، از روی گفته‌های خدا عمل که میکند، زن از همین سادگی و از همین خوبی مرد استفاده میبرد. من گفتن لازم نیست، در کار نیست. چرا در کار نیست؟ اسلام چیزی ندارد که در کار نباشد. برای همین حتی مبلغای معین، حتی بازار رفتن شرط، میلش هم خوابه میشه لیکن سر بازار میره.
اون جوان چی گفت؟ اون جوان نزد ما آمد به مکتوب گفت داملا من جوانو گفت من نو عروس آوردم، من خواهشم هست قسم به نام خدا خود من دیگه داشته نمیتونم، مجبور میشم زنا کنم. من اون زنا نکو دادم، ولی راهاشو برای او فهموندیم. برای همین خواهر ما گفته است اگر زن وقتی رد میکند خواهش مرد، خب جوابش تیار تا سحر در لعنت ملائکه ها قرار دارد. ولی وقتی اگر زن از مرد خواهد میگد ولی مرد رد کند چی؟ اینجا در خواهر عزیز مرد در لعنت ملائکه ها قرار نمیگیرد. شما یکی همچنان در گمان تا نگذارد که پایمال کردن حق زن باشد. نه، این حدیث به خاطر بزرگی و فضل و بلند بودن مقام شوهر است. این حدیث این دلالت میکند. برای همین شوهرها اگر ردم که کنن شما روی ترش نکنید، حتی روی ترش هم نکنید. اگر تکلیف شما را ردم که کنن شما همچنان تصور کنید که با شما هم خوابه شده و در حقشان دعای خیر کنید که خداوند خوشی تر و قابلیتی تر و قوتی تر زیاد کنه. شما هم تا در حقش دعای خیر کنید. السلام علیکم بابای حاجی، از نام یک خواهر اسلامی شما از نایه حصار در خانه ما ثبتای شما را گوش میکنند و یک سوال دارم. خوبتر میشد که این سوال را همین جمعه جواب میداده. این سوال من فکر میکنم که با همه زنها و مردها لازم میباشد. سوال چنین است: در یک موعظتان گفتید که اگر مرد میل زن داشته باشد زن رد کند آن زن در لعنت ملائکه هاست. اگر زن خواهد و مرد رد کند اینجا چی می شود؟ بسیار سوال عجیبه. بخواه من خواندم حیرت دماندم خودم. خدا نگه دارد. در حدیث های پیامبر آمده است که پیامبر ما گفتند که اگر مرد خواهش همخوابه شدن با زن داشته باشد، خواهشی همخوابه شدن با زن داشته باشد و از زن خواهش کند که من میل همخوابگی دارم، خواهش برآوردن کام دل دارم، چی میگویی؟ اگر زن گفتیم رد کند، پیامبر گرامی گفتند که ملائکه ها تا بروز در حق این زن لعنت میگویند که تو خواهش مرد رد کردی، تو آن چیزی که مرد از تو با یک تولای بود، زاره بود، خواهش بود، پیشنهاد بود رد کردی. به خاطر این تو تا روز تا صبح در لعنت ملائکه های خدا هستی. حتی پیامبر گفتند که اینش اگرچه مبالغه است ولی حدیث بیان میکند که حتی اگر زن در نزد تنور باشد، چکدان میگیم ما و شما یا تنور میگیم، یا بالای شتر باشد، اگر مرد همونجا ده هم اگر اشاره به هم خوابگی کند زن باید از شتر پایان شود، یا نزد اگر تنور باشد سرفش جمع کند خواهش مرد برآورد. سخن پیامبر من قبلا گفته بودم وقتی من درباره احترام مرد این صحبت داشتم و این حدیث در همون احترام مرد آورده بودم، چند برادرها گفتن همین ها را گفتن در کسیت ها ضبط می شود. چی در کار؟ چرا در کار نیست؟ شریعت چیزی ندارد که وای ما به گوش مردم نرسانیم.
این سخن پیامبر است. اگر سخن پیامبر نمیشد من به شما نمیگفتم. هر سخن پیامبر حکمت دارد برادر عزیز. حالا ببین این خواهر میگوید که این سوالی که این داد، میگوید برای بسیاری از مردها و زنها هم این سوال من لازمه. درست میگوید. من چندین مکتوب ها، قسم به عزت پروردگار که چندین مکتوب ها را که من بسیاری از اونها را شرح میکنم در بین شما خانم، آمده است که حتی که همخوابگی ما بین زن حلالیمان مبلغی معین دارد، تا همون را اگر ما پرداخت نکنم همخوابه نمیشه ما. این حکمت داره این سخنهای پیامبر. حتی شرطنامه ها میمانند که من خانه پدرم میرم 2 روز یا 3 روز میستم، بعد میام مرحمت کام دل تا میبرارم. همین شرط راضی، هر راضی. اشاره رفتن بچه از خدا میترسه. اگر رنگ اون شخصانی که از خدا نترسه باید کجا میره؟ بعدن مثل او زنه که نو از همین حصار نزد من آمد، حتی لبهاش دریدگی است، یگان سفیدی در بدنش نمانده است، آنچنان او را لطکوب کرده است. اگر در این خیل شوهر زند، بعدن دیگه حتی به زبانش نه به چشمش اشاره کنه تیاره. این به خاطر آن است که مردک خوبه. مردک از روی اسلام، از روی گفته‌های خدا عمل که میکند، زن از همین سادگی و از همین خوبی مرد استفاده میبرد. من گفتن لازم نیست، در کار نیست. چرا در کار نیست؟ اسلام چیزی ندارد که در کار نباشد. برای همین حتی مبلغ‌های معین، حتی بازار رفتن شرط، میلش هم خوابه میشه لیکن سحر بازار میره. اون جوان چی گفت؟ اون جوان نزد ما اومد به مکتوب گفت داملا من جوانو، گفت من نو عروس آوردم، من خواهشم هست، قسم به نام خدا خود من دیگه داشته نمیتونم، مجبور میشم زنا کنم. من زنا نکو دادم، ولی راهاشو برای او فهموندیم. برای همین خواهر ما گفته است اگر زن وقتی رد میکنه خواهش مرد، خب جوابش تیار تا سحر در لعنت ملائکه ها قرار دارد. ولی وقتی اگر زن از مرد خواهد میگد ولی مرد رد کند چی؟ اینجا در خواهر عزیز مرد در لعنت ملائکه ها قرار نمیگیرد. شما یکی همچنان در گمان تا نگذارد که پایمال کردن حق زن باشد. نه، این حدیث به خاطر بزرگی و فضل و بلند بودن مقام شوهر است. این حدیث این دلالت میکند. برای همین شوهرها اگر ردم که کنن شما روی ترش نکنید، حتی روی ترش هم نکنید. اگر تکلیف شما را ردم که کنن شما همچنان تصور کنید که با شما هم خوابه شده و در حقشون دعای خیر کنید که خداوند خوشی تر و قابلیتی تر و قوتی تر زیاد کنه. شما هم تا در حقش دعای خیر کنید. السلام علیکم بابای حاجی. از نام یک خواهر اسلامی شما از ناحیه حصار